مردی زنی داشت که بسیار بد اخلاق و قرقرو بود. کار به جای رسید که مرد به تنگ آمد و تصمیم گرفت از شر او خلاص شود و از زن را به بهانه گردش به بیابان برد و در چاهی انداخت. چند روز بعد برگشت تا ببیند زن زنده است یا نه که ناگهان از ته چاه صدایی شنید: ای مرد، من ماری هستم که سالها با آرامش اینجا زندگی می‌کردم، اما تو این زن را اینجا انداختی و روزگارم را سیاه کردی. اگر نجاتم دهی تو را ثروتمند می‌کنم. مرد طنابی انداخت و مار را نجات داد. مار گفت: من پولی ندارم، اما میروم دور گردن دختر حاکم میپیچم و هیچ کس جز تو نمیتواند مرا باز کند. آن وقت بیا و پاداش خوبی بگیر. مار رفت و مرد او را نجات داد و 1000 سکه طلا گرفت. مدتی بعد خبر رسید مار به شهر دیگری رفته و دور گردن دختر حاکم آنجا پیچیده است. باز هم دنبال همان مرد فرستادم. مار تا مرد را دید با عصبانیت گفت: مگر نگفتم دیگر دور و بر من پیدایت نشود؟ مرد نخورسردی گفت: من کاری با تو ندارم، فقط آمدم بگویم همسرم دارد میآید اینجا. مار تا اسم آن زن را شنید از وحشت جانش از گردن دختر جدا شد و فرار کرد. اخلاق بد مار رو هم فراری میده چه برسه به آدم زاد. اگه موافقی بنویس بد اخلاقی ممنوع.